سلام، من فردین هستم و امروز میخواهیم درباره موضوع نصب CTIV صحبت کنیم. اگر علاقه‌مندید همراه من باشید. خب دوستان، این برنامه که گفتم چیکن از هر کجا خواستید میتوانید دانلود کنید. گوگل یا مارکت میتوانید دانلود کنید. تو مارکت سرچ میکنید که چیکن. دوستان اینو هم بگم که از هر کدوم بازی را خواستید میتوانید دانلود کنید. مثلا هر کدوم گیم روش هست میتوانید اونجا بازی کنید. ما که دانلود کردیم از اینجا میتوانید دانلودش شما هم دانلود کنید. با دوستان اینو بگم که باید فیلتر شکن روشن کنید. فیلتر شکن رو روشن میکنیم. بذار وارد برنامه چیکن میشیم. دوستان اینجا لاگین گوگل را میزنید. یه دونه جیمیل میزنید. هر کدوم یه دونه جیمیل بزنید که بیار. ما جیمیل رو زدیم. دوستان دیدی که هر کدوم گیم ها هست بذارید. ما اون سمت چپی گیم را زدیم. دوستان اینو هر کدوم گیم ها هست خواسته میتوانید بازی کنید. مثل God of War، GTA V، GTA San Andreas، هر کدوم بازی ها هست. جدیدترین بازی تا قدیمی‌ترین بازی. هر کدوم بازی را خواستید میتوانید اینجا بازی کنید. دوستان اینو هم بگم برای بازی کردن باید سکه داشته باشه. سکه جمع کردن هم چیزی خاصی نیست، راحته. هر کدوم بازی هست مثل مردن کابوتی، گادافار، هر کدوم بازی. اینو بزنید میتوانید از اینجا سکه جمع کنید. دوستان من خودم قبلا بازی کردم. الان میتوانید از دیدن تبلیغ یا استریم باز کردن در اینجا میتوانید سکه جمع کنید. من خودم قبلا یه استریم 5 دقیقه‌ای باز کرده بودم. دوستان ببینید مثلا سکه 5 تایی 6 تایی هر کدوم سکه ها هست. میتوانید با دیدن تبلیغ اینجا سکه جمع کنید. خب ما بریم یه دونه تبلیغ ببینیم. سکه هامون الان اومد. ما الان 6 تا سکه داریم. بذار یه دونه هم ببینیم. تبلیغاش کوتاه، اونقدر بلند نیست. خب ما الان سکه ها بیاد. دوستان یا اگه سکه ها به ازای هر 5 سکه به نظرم یه دقیقه میتوان بازی کرد. خب سکه های ما الان 26 تا سکه داریم. بذار بریم که گیم ها روی گیم ها. الان ما میخوایم مثلا بزنیم روی اینو بزنید پلی میشه. الان تو صف 108 نفر هستن. دوستان اینو هم بگم صفحه زودتر میره. این به نظرم اگه فیلتر شکنتون را عوض کنید میتوانید صفحه کمتری را بکشید. دوستان مثلا مثل آمریکا اینا صفحه‌شون کمه. میتوانید برید اونجا فیلتر شکنتون را عوض کنید. کدوم سرور را بزنید عوض میشه. الان ببینید 3 تا 4 نفر شدن.
4 نفر هست 99 نفر. دیدی که صفها زودتر میرن. یا اگه خواسته میتوانید بازی های دیگر را باز کنید. ما مثلا بریم روی CCTV ببینیم که اونجا دیدی که 11 نفر الان 11 نفر هستن. به همین راحتی مثلا 6 نفر. دوستان میبینید که میتوان هر کدوم بازی مثلا الان رفتیم CCTV به همین راحتی میتوانید بازی را اجرا کنید. ما الان بریم روی CCTV. بذار لود بشه. فقط یک کمی دکمه هاش بذاریم باز بشه که به همین راحتی میتوانید باز کنید. الان من که قبلا رفته بودم الان تو مرحله است. به همین راحت باش.